الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جلسات گذشته مراحل اصلی و زیربنا را من خدمت شما عرض کردم. 4 مرحله بودند: مرحله یقظت و بیداری و تفکر و تدبر و مرحله بصیرت و عزم را. بعد از این که این مراحل را انسان پشت سر گذراند و برایش فراهم شد، می تواند که در مسیر سیر و سلوک به طرف الله متعال حرکت بکند. بعد از این مراحل اصلی، اولین مرحله محاسبه هست که انسان باید از خودش حساب بگیرد، در کرده ها و ناکرده هایش تفکر و تأملی را داشته باشد. الله متعال به ما مسلمانان دستور داده، در سوره حشر می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. ای مسلمانان، ای کسانی که ایمان آوردید، اتقوا الله، از الله متعال بترسید. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هر کسی از شما باید بیندیشد، نگاه بکند، بررسی بکند زندگی خودش را، اعمالش را بررسی بکند که برای فردای خودش چه فرستاده، برای فردای قیامت چه چیزی را فراهم کرده. محاسبه یعنی همین، یعنی این که انسان نگاه بکند از اعمالی که تاکنون انجام داده کدام عمل به نفع انسان هست و کدام عمل به ضرر انسان هست، کدام عمل در آخرت موجب سربلندی می شود و کدام عمل موجب سرشکستگی می شود. اعمالی را که موجب سربلندی می شوند و موجب پاداش الله متعال و ناز و نعمت آخرت می شوند، اینها را باید ثابت نگه دارد، بر آن استقامت بکند، همیشه این گونه اعمال را انجام بدهد. و اعمالی را که هیچ گونه نفعی برای آخرت ندارند، آنها را رها بکند. هدف از محاسبه کردن، هدف از بررسی کردن اعمال چی هست؟ تنها هدف این محاسبه استعداد کامل برای آخرت هست، آمادگی کامل برای آخرت. انسان مسلمان الان آمادگی بگیرد برای آخرت خودش، اعمالش را بررسی بکند. فرض کنیم و گمان بکنیم که فردا ما به جهان آخرت خواهیم رفت و قطعا یک روزی خواهیم رفت، اگر امروز نباشد فردا یا فرداهای دیگر. انسان مسلمان باید نگاه بکند که در این مسیر و در راه رفتن به آخرت چه اعمالی باعث نجات از عذاب الله متعال می شوند، چه اعمالی سبب می شوند که انسان در روز قیامت سرفراز و سربلند باشد و سفید رو باشد، این اعمال را انجام بدهد. و چه اعمالی باعث قهر و غضب الله متعال می شود و باعث رسوایی و سرشکستگی در روز قیامت می شود. اینها را باید جدا بکند و از چنین اعمالی باید شانه‌اش را خالی بکند، با توبه کردن، با استغفار و معذرت خواستن از الله متعال و جایگزین کردن اعمال خیر. این اعمال شر را باید در همین دنیا بگذارد. وای بر حال کسی که نیکی‌هایش را در دنیا بگذارد و بدی‌هایش را به قیامت ببرد.
حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مقوله‌ای را دارند و می‌فرماید که حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، قبل از این که در بارگاه الله متعال و در ملأ عام از شما حساب گرفته بشود، امروز خودتان در خلوت از خودتان حساب بگیرید. بیاندیشید که شما چه کارهایی را انجام دادید و چه کارهایی را انجام ندادید. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، قبل از آن که محاسبه بشوید، از شما حساب گرفته بشود، خودتان از خودتان حساب بگیرید. وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، و خودتان را وزن کنید قبل از آن که وزن کرده بشوید در ملأ عام و در انظار عمومی. بنگرید که شما چه اندازه ارزش دارید نزد الله متعال، دین الله متعال نزد شما چه اندازه ارزش دارد، دستورات الله متعال و همچنین منهیات الله متعال نزد شما چه اندازه بها دارد. الان قبل از آن که در ملأ عام این حساب از شما گرفته بشود و وزن بشوید، الان ایمانتان را وزن بکنید، خودتان را وزن بکنید، تا این که بدانید که چه ارزشی را در روز قیامت خواهید داشت. و تزینوا للعرض الاکبر، خودتان را برای نمایش بزرگ آماده بکنید، روزی که در انظار عمومی، در میدان حشر، در حضور تمامی انسانها از شما حساب و کتاب گرفته می شود. یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیه، اون روزی که عرضه می شوید بر الله متعال و هیچ چیزی از زندگانی شما و از اعمال شما پوشیده نمی ماند. پس بنابراین انسان باید امروز که فرصت دارد خودش را محاسبه بکند و اگر محاسبه کرد امروز فرصت دارد و امکان دارد که جبران بکند. چه بسا روزی این فرصت از من و شما گرفته بشود، بتوانیم محاسبه بکنیم اما فرصتی برای جبران نداشته باشیم. برای محاسبه کردن نفس و برای حساب گرفتن از خیشتن، اولین قدم و آغاز راه این هست که ما مقایسه رو انجام بدهیم در میان نعمتهای الله متعال و در میان جنایاتی که ما انجام دادیم. از جانب الله متعال چه مقدار نعمت به من رسیده و من متقابلا در حق الله متعال چه جنایتهایی رو انجام دادم. و قطعاً نعمتهای الله متعال نه بر من و شما، بلکه حتی بر کسی که فکر می کند که هیچ نعمتی از الله متعال ندارد. الله متعال می فرماد و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر نعمتهای الله متعال را شما حساب بکنید نمی توانید اونها را حساب بکنید. فراتر از حدس و گمان شما هست. هر انسانی در هر مرحله‌ای و در هر وضعیتی باشد، مطمئناً نعمتهای الله متعال چندین برابر گناهانی هست که این فرد در حق الله متعال و در حق خودش انجام داده. پس بنابراین انسان مسلمان ابتدا و در آغاز این مرحله باید مقایسه بکند. نعمتهای بسیار زیادی را، نعمت فقط مال دنیا نیست، نعمت سلامتی را نگاه بکنیم، نعمت چشم و گوش و سلامتی اعضای دیگر ما را نگاه بکنیم، نعمت عقل و فهم و درک را نگاه بکنیم، نعمت خویشاوندان و زن و فرزند و پدر و مادر و خویش و قوم را نگاه بکنیم، نعمتهایی را که به عنوان مال و ثروت هست نگاه بکنیم، نعمتهایی که به عنوان ایمان هست که بالاترین نعمت هست، فرصتهایی رو که الله متعال به من و شما عنایت فرموده تا اینکه بتوانیم جز برترین انسانهای روی زمین باشیم. تمام اینها نعمت هست. این نعمتها را در نظر بگیریم و مقایسه بکنیم با اعمالی که من و شما انجام دادیم. قطعا وقتی که انسان مقایسه بکند به این نتیجه میرسد و اعتراف خواهد کرد که پروردگارا، نعمتهای تو بسیار زیاد هست و گناهان من
بسیار زیاد هست. ابوء بنعمتک علی و ابوء بذنبی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. پروردگارا معترفم به نعمتهای فراوانی که به من عنایت فرمودی و معترفم به گناهانی که من انجام دادم. پروردگارا گناهان مرا ببخش که جز تو بخشنده ای نیست. هر انسانی وقتی که مقایسه بکند در میان نعمتهای الله متعال و جنایاتی که خودش انجام داده، قطعاً به این نتیجه خواهد رسید که من در حق الله متعال کوتاهی انجام دادم. و دومین مرحله و دومین قدم مقایسه حسنات و سیئات هست. خوبی هایی رو که انجام دادی اینها رو مقایسه بکن با بدی هایی که انجام دادید. اگر واقعا نعمت هایی رو که الله متعال به تو عنایت کرده اونها را شکرگزاری کردی، سپاس الله متعال را به جا آوردی و در مقابل دستورات الله متعال را انجام دادی به عنوان حسنات و به عنوان کارهای خیر و حسناتت از سیئات و بدیهایت بیشتر هست، الله متعال را سپاسگزار باش. این خودش نعمتی هست از جانب الله متعال. و این بدیهایی رو که ناخواسته و یا دیده و دانسته انجام دادی، معذرت بخواه از الله متعال. و اگر برعکس هست، بدیهایت بیشتر هست از نیکیهایت، باز هم الله متعال را سپاسگزار باش که این فرصت را به شما داده که به این شناخت برسی، به این واقعیت برسی، قبل از آن که فرصت از دست برود به این نتیجه رسیدی که گناهانت از نیکیهایت بیشتر هست و این فرصت را امروز داری که جبران بکنی. از گناهانت توبه بکن، از الله متعال معذرت بخواه و قطعا الله متعال معذرت را قبول می کند، عذرت را میپذیرد و گناهانت را خواهد بخشید. این آغاز محاسبه هست. اما برای محاسبه کردن ابزاری لازم هست، اسبابی لازم هست که بدون این اسباب محاسبه کردن یک محاسبه ناقص هست. اولین ابزار و وسیله‌ای که ما برای محاسبه نفس خودمون لازم داریم نور حکمت هست. یعنی نور علم، نور دانش، یعنی نوری و علمی که ما با این نور و علم در میان حق و باطل تشخیص بدهیم، حق و باطل رو از همدیگر بشناسیم، هدایت و ضلالت رو از همدیگر بشناسیم، امور مفید را از امور مضر تشخیص بدهیم، اعمال کامل را از اعمال ناقص ترجیح بدهیم و بشناسیم، خیر و شر را از همدیگر بشناسیم، مراتب اعمال را ما بشناسیم که کدام عمل نزد الله متعال ثواب بیشتری را دارد و کدام گناه اندازه گناهش چه مقدار هست. فرصت‌های طلایی را بشناسیم که کدام زمان و کدام مکان ارزش استثنایی را دارند که موجب می شود که ثواب اعمال ما بیشتر بشود. با این علم و با این معرفت ما می توانیم که اعمال خودمان را ارزیابی بکنیم. قطعاً انسانی که اعمال زیادی را انجام داده، شب و روز نماز خونده، روزه گرفته، عبادات دیگر را انجام داده، اما در این عبادتهایش اخلاص نداشته، یعنی هیچ کاری رو انجام نداده. پس بنابراین انسانی که به این نتیجه رسیده و میداند که عمل توأم با ریا یعنی هیچ و پوچ، یعنی این که هیچ عملی انجام ندادیم، پس بنابراین چنین انسانی نباید غره بشود که من نماز خواندم، روزه گرفتم. انسان مسلمانی که مطمئن هست که نمازی که خوانده بدون وضو بوده، وضویش کامل نبوده، نمازش نماز درستی نبوده، نماز ناقصی بوده، بر چنین نمازی نباید چندان امیدوار باشد.
امروز حساب بگیر، نگاه بکن که نمازت را، روزت را، زکات و حجت را و دیگر اعمالت را چگونه انجام دادی؟ مطابق با سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم بوده از نظر کمی و کیفی و از نظر ظاهری و باطنی، یا این که مخالف سنت و دستورات رسول الله صلی الله علیه وسلم بوده؟ گناهایی رو که انجام دادی به خاطر بیاور و مرور بکن چه گناهایی رو انجام دادی و از آنها توبه بکن. و یکی دیگر از ابزار محاسبه نفس سوء ظن به نفس هست، یعنی این که به خودتان بدگمان باشید، نسبت به دیگران حسن ظن داشته باشید اما نسبت به خودتان بدگمان باشید و سوء ظن داشته باشید. زیرا انسانی که به خودش خوشبین هست، حسن ظن دارد، حتی بدیها و گناههای خودش را هم توجیه می کند. فعین الرضا عن کل عیب کلیلتون، اگر شما با چشم رضایت به اعمال خودت بنگری تمام اعمالت را میپسندید. و عین السخط تبدی المساوئ، اما این دیدی که بر اساس نارضایتی باشه بدیها را آشکار میکند. پس بنابراین یکی از ابزار محاسبه کردن نفس سوء ظن به نفس هست، یعنی بدگمان بودن به خویشتن. وقتی که بدگمان باشید به راحتی می توانید که عیب و ایراد اعمالی رو که انجام دادید اونها را در واقع دریافت بکنید و ارزش واقعی این عمل برای شما واضح و آشکار بشود. و یکی دیگر از ابزار محاسبه نفس این است که شما مقایسه‌ای بکنید و تمییزی رو داشته باشید، شناختی رو داشته باشید در میان نعمت و فتنه الهی، در میان نعمت و امتحان و آزمایش الله متعال. یعنی این که نعمت‌هایی رو که الله متعال به من و شما عنایت کرده، ما باید حساب بگیریم از خودمون که آیا واقعا این نعمت هست یا برای ما یک نقمت هست. بسیاری از مردم فریب این را خوردند که الحمدلله الله متعال به من صحت و سلامتی داده، الله متعال به من وجهه و شهرت و نام نیکی را عنایت فرموده، الله متعال به من مال و ثروت دنیا را عنایت فرموده. اینها نشان رحمت الله متعال هست، اینها همه نعمت هست. اما چه بسا اینها نعمت نباشد، فتنه باشد، امتحان و آزمایش باشد، چه بسا که نقمت باشد، چه بسا استدراج باشد از جانب الله متعال. این نقطه را در نظر داشته باش. هر نعمتی که به تو رسیده، اهم از نعمت وجاهت باشد، شهرت باشد، وجهه اجتماعی که داری، یا صحت و سلامتی که داری، یا مال و دنیایی که داری، هر چیزی را که به عنوان نعمت برای تو مطرح هست و آن را موجب سعادت و خوشبختی خود میبینی، نگاه بکن. اگر این نعمت و این امور باعث تقرب تو به طرف الله متعال شده، این نعمت هست. اگر سلامتیت تو را به خداوند متعال نزدیکتر کرده، این نعمت هست. اگر علمت تو را به الله متعال نزدیکتر کرده، این نعمت هست. اگر جایگاه اجتماعیت تو را به طرف الله متعال نزدیکتر کرده، این نعمت هست. اگر مال و ثروتت تو را به الله متعال نزدیکتر کرده، این نعمت هست. اگر فراغتت تو را به الله متعال نزدیک کرده، این نعمت هست. وگرنه همه اینها نقمتند، همه اینها فتنه و امتحانند. صحت و سلامتی که انسان را از الله دور بکند، علمی که انسان را از الله دور بکند و قلب انسان را سیاه بکند، فراغتی که انسان را از الله دور بکند و به گناه نزدیک بکند، مالی که انسان را از الله دور بکند، این نعمت نیست، نقمت هست، استدراج هست. پس بنابراین اینها را باید، این مشکل را چاره اندیشی باید کرد.
نعمتها را باید در راستای تقرب به الله متعال استفاده کرد. پس بنابراین ما باید مقایسه‌ای رو داشته باشیم در میان نعمتهای الله متعال که به من و شما عنایت فرموده و در میان نعمتهایی که ظاهرشون نعمت هست، ما نعمت تصور میکنیم، اما چه بسا الله متعال این رو در اختیار ما قرار داده تا اینکه ما را امتحان بکند و خدای نکرده این نعمت سبب دوری ما از الله متعال قرار نگیرد. پس بنابراین هر چیزی که تو رو به الله متعال نزدیک کرده نعمت هست. و در مورد اعمال یک نکته ای رو عرض بکنم. هر عملی را که یکی از عرفا و بزرگان می‌فرماید که هرگاه که تو به عمل خودت خوشنود شدی، عمل خودت را پسندیدید، یعنی فکر کردید که نماز خوبی خواندید، واقعا نماز بسیار خوبی خواندم، روزه خوبی گرفتم، زکات خوبی رو ادا کردم، صدقه خوبی رو دادم، هر وقت که یک عمل را تو پسندیدی و این را سزاوار الله متعال تصور کردی، مطمئن باش که این عملت عمل ناقصی هست. انسان مسلمان همیشه هر عملی رو که انجام میدهد ولو این که در کامل ترین صورت باشد، این در خور الله متعال و شایسته الله متعال نیست، بلکه این تفضل الله متعال هست، این احسان الله متعال هست که این اعمال ناقص را از من و شما میپذیرد. و یک نکته جالبی که در اینجا وجود دارد، رسول الله صلی الله علیه و سلم که بهترین نماز را میخواند، بهترین روزه را میگرفت، بهترین عبادت را انجام میداد، اما ثابت شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از هر نمازی استغفار میکردند. 3 مرتبه میگفتند، به محض اینکه سلام میدادند میفرمودند که استغفر الله استغفر الله استغفر الله. انسانهای نیکوکار، انسانهای عارف، انسانهایی که خدا را میشناسند، ولو این که عملشون بهترین عمل باشد، اما بعد از عمل استغفار میکنند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه پروردگارا این عمل شایسته تو نیست، مملو از نقص و ایراد هست. اگر آن را قبول میکنی به خاطر لطف و مرحمت خودت هست، صرف احسان و فضل توست، نه بدین خاطر که من عمل زیبایی رو انجام دادم. پس بنابراین همان گونه که قبلا عرض کردم، هیچ وقت به خویشتن خوشبین نباشید، هیچ وقت به نفس خودتان حسن ظن نداشته باشید. اگر حسن ظن داشته باشید مطمئن باشید که نمیتوانید که حساب و کتاب درستی رو از نفس خودتون بگیرید و محاسبه درستی رو در واقع شما انجام بدهید. امیدوار هستم که الله متعال به ما توفیق عنایت بفرماید که اعمال خودمان را آن گونه که هست و آن ارزش واقعی را که دارند آن گونه ببینیم، محاسبه بکنیم در میان نعمتهای الله متعال و گناهانی که انجام دادیم، مقایسه بکنیم در میان حسنات و نیکیهای خودمان، نیکیهای خودمان را محاسبه بکنیم، حساب بگیریم که آیا این نیکیهای واقعا کاملی هست، لیاقت الله متعال را دارد، ارزش دارد نزد الله متعال یا ارزش ندارد. گناهانمان را بررسی بکنیم که تا چه اندازه گناه انجام دادیم، از کوتاهی‌هایی که انجام دادیم و از کمی‌هایی را که مرتکب شدیم و از نقصی که در عباداتمان هست و گناهانی که انجام دادیم به طرف الله متعال توبه بکنیم، استغفار بکنیم، عذرخواهی بکنیم از الله متعال و از الله متعال بخواهیم که عبادات ما را عبادات کاملی بگرداند و همین عبادات ناقص را از ما بپذیرد. انشاءالله که الله متعال به تمامی من و شما توفیق اطاعت و بندگی را عنایت بفرماید و همگی من و شما و تمامی مسلمانان را از گناه و معصیت دور بگرداند، ثواب اعمال ما را برای ما نگه بدارد و در آخرت بهترین پاداش را به ما عنایت بفرماید و گناهان ما را که در دنیا انجام دادیم در همین دنیا از ما ببخشد و مغفرت بکند. پروردگاری که گناهان ما را در دنیا پوشانده،
انشاءالله که در آخرت هم گناهان ما را بپوشاند و در آخرت انشاءالله سرفراز و سربلند باشیم. در برنامه دیگر تا برنامه دیگر و مرحله دیگر از مراحل سیر و سلوک به الله متعال شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.